مسئولان شرکت هوایی تاجیک ایر گفتند که اگر حکومت در استفاده فرودگاه و سوزشواری برایشان امتیاز ندهد، توان رقابت با شرکت‌های هواپیمایی خارجی را از دست خواهند داد. متاسفانه امروز یک بازار ناسالم تشکیل شده است. ما مراجعت کردیم به حکومت جمهوری تاجیکستان. تمام دیگر شرکت‌هایی که به تاجیکستان پرواز میکنند از طرف فرودگاه 50% تخفیف داده شده است. یعنی که ما هم در خارج 100% میسپریم، هم در جمهوری خودمون، در وطن خودمون. شرکت‌های خارجی هم در ایرپورت‌های بازیروانی وطنیشون 50% میسپرند، با در وطن ما هم اومده 50% میسپرند. مسئولان تاجیک ایر میگویند شرکت در خرید سوزشواری نیز در داخل تخفیف ندارد و حالا تنها در فرودگاه‌های خارجی سوزشواری میخرد. رحیمو گفت در این شرایط تاجیک ایر با شرکت‌های خارجی از جمله در روسیه رقابت کردن نمیتواند. با تاکید او حالا در هواپیماهای نو و کم مصرف شرکت 36% نرخ چپته‌ها برای خرید سوزشواری صرف می شود، در حالی که نرخ سوزشواری از 28% قیمت چپته بالا رود پرواز منفعت آور نخواهد بود. در همین حال از فرودگاه دوشنبه گفتند که شرکت‌های وطنی با شمول تاجیک ایر هنوز 60% برای خدمت رسانی‌های این فرودگاه تخفیف دارند. گذشته از این مسئولان فرودگاه دوشنبه میگویند تاجیک ایر از آنها 70 میلیون سومانی قرضدار بوده و تا هنوز قطع نکردن پروازهای این شرکت از این فرودگاه خود یک امتیاز برای تاجیک ایر است. از طرف دیگر به گفته مسئولان فرودگاه دوشنبه مسئله تخفیف خدمت رسانی‌ها طبق قرار حکومت کشور صورت میگیرد. شادمان یتیم، عبدالله اشرف، آزادی، دوشنبه.